سلام، حال مالتون چطوره؟ امیدوارم خوب باشه. تو این ویدیو میخوایم بریم سراغ قسمت اول زودیاک 2 که ببینیم چه اتفاقاتی افتاد، بازی رو بررسی بکنیم، حواشی که اتفاق افتاده رو تو این ویدیو بررسیش میکنیم. ولی قبلش با لایک و کامنت و ساب دوست داشتید از هم حمایت بکنید. بهترین پلیر، بدترین پلیر رو تو کامنت ها بنویسید و تغییرات چشمگیری داشت زودیاک 2. واقعا عجیب و غریبه. خسته نباشید میگم بهشون. قبل اینکه بریم سراغ بررسی بازی و تک تک پلیرها، درباره تغییراتی که رخ داده یه صحبتی بکنیم. اولین تغییر این بود که خیلی چشمگیرم بود، زودیاک روزای فرد میتونه نامه بنویسه. حالا میدونم این پشتش یه فکری بوده که مثلا ذهن شهر رو تغییر بده، شهر رو گمراه کنه، ولی به نظر من خیلی مزخرف و مسخره بود. اصلا چی؟ اینطوری بودم خب یعنی چی؟ این نظر منه. دومین و به نظر من بهترین تغییره و آخرین تغییر این فصل این بود که تیر جنگی وقتی بهت میدن یا تفنگدار به تیر میده، اگه جنگی باشه استفاده نکنی میترکه و کارت تمومه. این به نظر من یه تغییر مثبت و خوبی بود که انجام دادم. میتونست بیشتر تغییر بکنه سناریو، اما خب نمیخواستن همون منوال بره جلو. اوکی، حرفی نداریم. درباره دکور صحنه هم یه صحبت بکنم. فصل قبلی خیلی بهتر بود. برگ ریختن کف زمین، خب این گاد بازی راه میره صدا خشخش میاد دیگه. مثلا جلوی بیرانوند اون تبلت رو داد که نامه بنویسه، اون چی بود؟ یا اونو میخواد بنویسیم صدا تقتقه میده. به نظر من خیلی مسخره بود این برگا رو ریختن. پاییز فیلم برداری کردن دارن اواخر زمستون به ما نشون میدن. اینم زمانبندی فیلمایی که خسته نباشید بهشون میگم. در کل تغییرات به نظر من اصلا تغییری نکرد دیگه. یه سری جزئیات بزک دوزک میگن بزک کردن سناریو رو، نه هیچ تغییر خاصی نکرد. تبلت قطعه یک نامه ای رو مینویسه در شب. ما حالا بریم سراغ قسمت اول که به نظر من قسمت به شدت جذابی بود. شروع با شکوهی داشت زودیاک، تا آخرین لحظه اون هیجانه بود. حالا که یک کم ریتمش رو تندتر کنم بهتره، ولی به نظر من قسمت فوق‌العاده‌ای بود. آخر ویدیو به قسمت هم نمره میدم دیگه، به جز پلیرها به قسمت و گاد بازی هم نمره میدم آخر ویدیو. بریم سراغ محبوب ترین پلیر فصل 1، جواد خیابانی. اصلا براش چارچوب و قواعد قانون مهم نیست. چی میگی؟ این شما حالا تارگت بزنی، فیلینگ میلینگ چیه، فکت چیه، اینا رو اصلا اوس جواد حساب نمیکنه دیگه. خودش اصلا مؤلفه تو مافیا. روز بلاین بلند شد، نفر اولم ازش خواهش کردم بلند شد. شهرام قائدی، آصف آریا و علیرضا بیرانوند رو تارگت کرد. روز بعدی دوره آصف کلا دیگه صحبت نکرد. بیرو رو گفت که مشکوکم بود و یه دفعه گفت شهرام قائدی سفیده. هیچ چیز، یعنی گفت دلی سفیدت میکنم. هیچ فکتی هم نمیبرد. فکتی هم همچین نبود تو بازی که بگیم با فکت و شهرام رو سیاه میکرد. خیلی مخلص. سفید اعلام میکنم آقای، نمیدونم چرا کلا هم پشت دست بازی میکنه جواد خیابانی. خیلی عجیبه. خودش میتونه یه مؤلف باشه. تو فصل اول اصلا میزد درو میکرد، ولی اینجا پشت دست بازی میکرد. شهر میریخ رو ابوطالب، اونم میریخ. شهر سفید میکرد، مونا کرمی رو سفید میکرد و خیلی پشت دست بازی کرد. یه جایی عجیب بود. شیدا خلیق گفت که ابوطالب و حسینی سفیده. جواد خیابانی گفت شیدا شهر منه، میگه ابوطالب سفیده، ابوطالب سفیده، اما همون روز رأی داد بهش که بیاد تو اجماع. خیلی عجیب بود برای من. یا مونا کرمی شهر شیدا خلیق بود، به اونم رأی میداد. کلا میگم فرا چارچوب و قواعد قانون بازی میکنه، هیچی براش مهم نیست. نمره جواد خیابانی تو قلب ما 10. اما الان نمره چند رو بهش بدیم؟ نمره 0 رو میدیم به جواد خیابانی. گفتم تو قلب ما 10، ولی نمره 0 هیچ کاری نکرد، شهر رو گمراه کرد. سر بشه الان حرفه‌ای بازهایی مثل خانم خلیق یا خود یا شیرینه دیگه، آدم شیرینیه دیگه. زیاد نباید نگاه بازی حرفه‌ای ازش بخوایم. نگاه که نه، یعنی درخواست بازی حرفه‌ای ازش داشته باشیم. جمله خراب شد کلا دیگه. جواد خیابانی حالا به جز بازی کردنش جملات نابی هم استفاده میکنه. مثلا بزرگترین دیس تاریخ مافیا رو داد به ابوطالب حسینی. گفت هوش نداری، گوشم نداری. اصلا اونجا کاراکتر ابوطالب حسینی تو مافیا با این جمله خیابانی تموم شد دیگه. ریخته بود به هم ابوطالب، نمیدونست دیگه چه تصمیم بگیره. یعنی هوش نداری، گوشم نداری. با جواد خیابانی در نیافتی. نداری گوش که داری.
چطور شما فکر کردی که بریم سراغ شهرام قائدی، یکی از بهترین پلیرهای فصل اول زودیاک که تو فینالش هم نبود. انتقادا اومد که آقا چرا شهرام قائدی نیست تو بازی ولی جواد خیابانی هست. اینجا این دوتا زوج کنار هم داشتیم. شهرام قائدی اما بازی خوبی نداشت تو این قسمت، هیچ کاری نکرد. مثلا جواد خیابانی تو روز اول اومد سفید کرد شهرام قائدی رو. شهرام قائدی همین کار رو با کی کرد؟ با اشکان دلاوری کرد. اگه کار جواد خیابانی اشتباهه، کار تو هم اشتباهه. جواد خیابانی فکت نمیاره، تو هم فکت نمیاری و هیچ کمکی نکرد. و هرچه من بازی میگذشت، نمیدونم خستگی بود و چی بود، سوتیاش هم بیشتر میشد که این جای تعجب داره دیگه. مثلا یه مافیا و یه دونه شهر رفته بود بیرون، میگفت اوشنه که یکی رو مافیا زده، یکی اوشن بوده رفته بیرون. آقای اشکان دلاوری اوشن باشه؟ اینم یه فکت در بازی دیگه که اشتباه عجیبی داشت. شهرم یعنی مافیا هم بمب گذاشت جلوش، به نظر من تصمیم درستی نبود. و درباره امید حاجیلی فقط یه تارگت درست داشت که اینم گفت وسط بازی بذاریم تو بازی باشه، ولی نفر دیگه رو معرفی نکرد جای امید حاجیلی که اینم عجیب بود دیگه. محافظم براش بلند نشد، شهروند ساده بود، کار خاصی هم نکرد. نمره 3 رو بهش میدیم چون شهر رو گمراه نکرد. گمراه نکردن شهر خودش یه 3 نمره‌ای داره دیگه، ولی توقع من از شهرام قائدی خیلی خیلی بیشتر بود و حس میکنم حرفه‌ای باشه، کارگاه باشه یا یه نقشی داشته باشه خیلی بهتر بازی میکنه دیگه. بریم سراغ ابوطالب حسینی که نشون داد بازی کردن مافیاش هم مثل ساخت پادکست و کمدیش میمونه. تو اینا هیچ استعدادی نداره دیگه، با همه شوخی میکنه، ما هم باهاش شوخی میکنیم. ابوطالب حسینی روز بلایند بلند شد و اوشن رو خواست و سیو دکتر رو خواست. خیلی گفتم این فکت شهروندیه و قشنگ اون آموزشه، اون تمرینه کاملا به چشم میاد تو برخورد پلیرها با ابوطالب حسینی که این درخواستو کرد. یاد فصل اول بیفتین، یک روز بلاین میگفت که من اوشن میخوام، میدادنش بیرون، تو قطعی مافیایی. میگفت بابا جان من اوشن رو خواستم، ولی قشنگ معلوم بود کار کردم. و هی از فکت شهروندی ابوطالب که اوشن رو خواسته صحبت میکرده. نمیتونیم بگیم فکت شهروندیه و نمیتونیم بگیم که فکت مافیاییه، ولی شهر میدونی اعتماد شهر رو خواست جلب کنه که به نظر موفقم بود. من اوشن میخوام. اوشن مثل نونوایی دیر برسی دیگه، باید سر ابوطالب تو روز اول آصف، سروش و جواد خیابانی رو مافیا میدونست و امید حاجیلی رو گفت به نظر من سفیده. اما تو همون روز یه چالش گرفت و یه فکت قشنگ برای امید حاجیلی آورد که گفت نسبت به بیرانوند تو میگی مافیایی ولی نگرانی بره بازی بیرون و این دوتا رو یه جوری یارم دونست. اما اینکه تونست سروش رفی و امید حاجیلی رو تو روز اول تقریبا بگیره یکی از نکات مثبتش بود. تو روز آخر که خانم مسعودی فر تنها بود تو بازی، تک مافیا بود، خوب ریخ رون و گفت آقا ریختی به هم. این حرکت‌های مثبتش بود و یه جورایی هم خودش رو برای شهر سفید کرد. و یکی از حرکت‌های مثبت دیگه ابوطالب این بود که محافظ بود و برای شهرام قائدی پا نشد. اگه پا میشد شهر میباخت دیگه. و تو رأیگیری آخر که به شیدا خلیق رأی داد، شیدا خلیق به جز خواهش کردن هیچ فکتی دیگه نمی آورد و تا جایی هم میتونیم شهر رو یه جورای گمراه هم کرده بود. شیدا خلیق در راهش صحبت میکنیم، نمیتونم زیاد نمره منفی بدم برای اون رأیی که به شیدا خلیق داد، با اینکه نمره منفی حساب میشه. و نمره 3 رو میدیم، 4 رو میدیم به ابوطالب حسینی. واقعا کمدین باحالیه. پادکستش هم برید نگاه کنید، تو یوتیوب بزنید عموطالب، پادکست عموطالب میاره. آدم خفنیه، خفن اما نه باحاله دیگه. آقای ابوطالب شلیک کردن محافظ شهر. بریم سراغ اشکان دلاوری. اشکان دلاوری تو روز بلایند من بازیش نگاه کردم، اولین بارم بازیشو میدیدم و کلا باهاش آشنایی نداشتم. یه فیلم بازی کرد، یه سریال بازی کرده که یادم نیست، یه قسمت بازی کرده، اسم سریال رو یادم نیست، بهتون نمیگم. من خیلی عجیب بود که یه لپگیری از ابوطالب کرد و زیاد حرف درستی نمیزد. تو روز بلایندم حاجیلی، کرمی و رفی تارگتاش بودن. اما
روز اول به نظر من خیلی خوب بازی کرد، فوق‌العاده بازی کرد و کارو در برد. مثلا ابوطالب رو سفید کرد، سروش رفیعی و مافیا دونست. یه فکت رو سروش رفیعی بود درباره‌اش صحبت می‌کنیم، نمیدونم چرا هیچکس بهش اشاره نکرد و برای من خیلی عجیب بود. خواستی خیلی دلم می‌خواست تارگتت کنم چون تو اولین نفر نبودی، 2 نفر قبل سکونات شهروندی شهرام قائدی رو هم رد کرد و اعلام کرد که رد میکنم. اینم حرکت مثبتش بود. بیرانوند و حاجیلی و سروش رفیعی تو چالش روز اول گرفت، بعدش هم که شاد شد دیگه. خیلی خوب و فوق‌العاده بازی کرد به نظر من تو همون یه روزی که تو بازی بود، یعنی یه روز بلاین بود، یه روز اولش، و تونست 3 تا از سیاهای بازی رو تشخیص بده. حس میکنم بیشترم تو بازی بود به شهر میتونست بیشتر کمک بکنه. اوشن بود تصمیم درستی گرفت و شیدا خلیق رو بیدار کرد. ببین اینا همه پوان مثبت دیگه. 2 تا مافیا، یه دونه زودیاکو تونست تشخیص بده، با اوشن هم بود و درست بیدار کرد. و همه اینا رو جمع کنی نمره 7 رو به اشکان دلاوری میدیم. شروع خوبی داشت. یادی دستگیرم نشد، مجبورم از این بر تارگت بزنم. میرسیم به علیرضا بیرانوند. بچه‌ها نذاشتن که علیرضا بیرانوند برنده این بازی بشه، حداقل به آرزوش برسه تو 22 بهمن یه جشنی بگیره دیگه. قهرمان که نشد، اینجا یه جشنی میتونست بگیره دیگه. بچه‌ها آرزو به دل مون ان سال دیگه. خب بگذاریم از این حرفا دیگه. علیرضا بیرانوند فراتر از انتظار بازی کرد واقعا. من فکرش نمی‌کردم، چون تو برنامه‌ای که میومد علیرضا بیرانوند مافیا نمیخوره بهش، که آقای معظم زاده تو پیجش هم زده بود که بازی فراتر از انتظاری رو از بیرانوند میبینیم، که واقعا هم دیدیم و تارگت هم میزنم و باید بدونید که بلایند بازی بلند شد 5-6 تا تارگت زد، همه رو یه تارگتی زد بهشون، گفت این یعنی اینکه من شهرم. این فکت درستی حساب نمیشه. روز بعدش که روز اول باشه باز بلند شد گفت ببین من 5-6 تا رو چیز زدم، تارگت زدم، پس من شهرم دیگه. که حدیث میرامین یه اشاره خوبی کرد، گفت آقای بیرانوند شما هی میگی 5-6 تا تارگت زدی شهری، تو دلت برای شهر بسوزه اگه شهری. و یه نفرم آدز اینو نذاشت که تو زودیاکی، چون نمیزنن این آدز رو نمیذارن، یعنی که میترسن بگن تو اینجای بازی از زودیاک حرف زدی پس چی تو زودیاکی. اما میتونست کسی با فکت بیاد و بگه آقای بیرانوند تو زودیاکی. بیرانوند نامش شیطون، که یعنی چی؟ اصلا نامه یعنی چی؟ خیلی به من جای سواله. نوشته که شیطون. من این تبلتر هم میخواستم بدن که این تختر هم بدن که بنویسه. من خیلی برام تو ذهنم سوال شد که آقا این برگ صدای پاش که میاد، این تختر هم صدا میده حاجیلی متوجه میشه، این چه چیز مسخره ایه. اما شات های تقریبا خوبی داشت، به جز شات آخرش که محافظ بازی رو زد. شهر خوب گیج کرد، اما روزای اول خیلی خودش حجم رو آورد روی خودش. میتونست یک کم مثبت‌تر بازی کنه اما استفاده کرد دیگه. مهندسی معکوس انجام داد، چون تارگت زیاد خورد و گفت ببین من پس سفیدم دیگه. و کسی هم که میترسه اونجای بازی حرف از زودیاک بودن این آدم بزنه، به خاطر همین سفید شد دیگه. خیلی بهتر از انتظار ما بازی کرد. سروش رفیعی مافیا شد، استلام گرفتن و مافیاش اعلام شد. شیدا خلیق و سفید کرد، چون ابوطالب اوشن رو میخواست ابوطالب رو سفید کرد. تفنگ جنگی بهش دادن، فاطمه مسعودی فر رو زد، خوب ریخت رو فاطمه مسعودی فر. مونا کرمی شهر بود، خوب گرفت، یعنی سیاهش کرد و زودیاک جا زد و داد بیرون. یا شیدا خلیق و خوب ریخت روش و به نظر من خیلی خوب بازی کرد. نمره 8 میدیم به علیرضا بیرانوند. شما قبول دارین دیگه فراتر از انتظار بازی کرد دیگه، و اینکه میتونست برنده بشه و بره تو خیابونا جشن بگیره. 22 بهمن چون با جام قهرمانی اومد. بخوابید لطفا. بریم سراغ امید حاجیلی، مردی که همیشه مافیای دیگه. من نمیدونم این بنده خدا چه بختی داره، تو همه بازی‌های مافیاه. امید حاجیلی بلند شد تو روز بلند خیلی خوب بازی کرد، به بیرانوند گیر داد، گفت آقا جان یعنی چه 5-6 نفر رو تارگت میکنی تو باید شهر باشی. به ابوطالب گیر داد. روز بعدش اینجا نکته امید حاجیلیه، گیرهای الکی میداد. مثلا به اشکان دلاوری گیر داد، گفت چرا ابوطالب رو سفید میکنی. بعدش به البته این گیر درستیه، این گیر درستیه، اما به شهرام قائدی گفت که یه ایراد الکی گرفت، گفت
میخواست هم بزنه بازی رو، اینطوری بگم دیگه، دقیقا یادم نیست چی گفت، ولی یه ایراد الکی و مسخره بود که اشتباه هم بود و کلا از یه جایی به بعد تو بازی ذهنش آشفته بود. بعد اینکه سروش رفیعی و حرفه‌ای زد مونده بود چه کار کنه. شهر ریخ رو ابوطالب، اینم میریخ که البته شروع کننده موج بود. و جالبه یه نکته رو توجه کردین تو بازی‌های دیگه اونی که شروع کننده موج میشه شهر، اما تو زودیاک شروع کننده موج میشه مافیا. اینم از عجایب بازی زودیاک که ایرادی نمیگیرم، گفتم به اینم توجه کنید. لایک دیسلایک لایک و دیسلایک نمیدیم، من بدونم گفته نگفت. روز دوم رفت تو اجماع که به نظر من دفاع خوبی هم نکرد، 7 رأی رفت تو اجماع، 7 رأی هم دادنش بیرون. تنها نمره‌ای که میتونم بهش بدم نمره 2، اونم به خاطر اینکه تو شب اول تصمیمات درستی گرفت. بمب تقریبا میتونیم بگیم درست بود. شات اشکان دلاوری که اوشن هم بود و دست و پای شهر رو قطع کرد، تصمیم درستی بود. پلیر بعدی مونا کرمیه. بازیش به 2 بخش تقسیم میشه دیگه. روز اول ایناشو بذاریم کنار، از اون جایی که آصف آریا بهش گفت که تو بازی رو از تب و تاب انداختی و غیر جذاب کردی، بهش برخورد، بلند شد دیگه همه رو میزد دیگه. شهروندی گرفتم، دلیل این گذاشتم که ممکنه ایشون شهروند باشه، حالا اسمش برای من زیاد. البته مثلا یه فکت آورد، گفت من سروش رفیعی رو تارگت کردم پس من سفیدم. آصف آریا ممکنه حرفه‌ای باشه، تو روزهای بعدی گفت منو زده پس من میشم شهر. اما خب اگه آصف آریا رو حرفه‌ای در نظر بگیری، میگی رأی 1 و 2 رو میخواست بده به ابوطالب، اینجا نباید خودشو می آورد دیگه. اونقدر هم بد بازی نکرد. مثلا حدیث میرمینی بهش میگفت که مونا تو غیر حرفه‌ای و به خاطر همین میریزی رو من، خوب بازی میکنی، فکت میاری، ولی به شهر کمک کن. خب چیکار کنه برای شهر؟ بعد اسم مونا کرمی رو بزنید تو اینترنت، من عکسشو پیدا میخواستم بکنم برای ادیت. بعد خیلی جالبه، بیشتر چیزا تایتل این بود که مونا کرمی شریبه مامانشه. خیلی اینترنت و ویکی‌پدیای ایرانی عجیبه. یعنی چی؟ اسم بازیگر سرچ میکنی یا نمیدونم بازیگر یا نه، میدون شبیه مامانشه. آقای حاجیلی هم برای من مشکوکه، اما حالا این 2 دوست عزیز رو که داریم. البته تو روزهای آخر گفت اجماع بگیم برای بیرانوند، درست بود. این که فاطمه مسعودی فر و مافیا دونستم یکی دیگه تصمیمات درستش بود، اما این اجماع گرفتن براش، خواست دفاع بکنه، همچین دفاع خوب و جانانه ای نبود و میگه من بعد بازی شیدا بیاد اون پشت. خیلی مسخره بود. و نمره 4 رو میدیم به مونا کرمی. بازیش خوب بود خودش. بریم سراغ حدیث میرمینی، یکی از پلیرهای محبوب من تو چه حالا شبای مافیا قدیم چه پدرخوانده بود. به نظر من پلیر خیلی خوبیه، خیلی زیر و ریز کاراشو انجام میده و میره جلو. اما این دست هیچ کاری نکرد، کیک انضباطی هم شد، اشاره کرد و کنار نقشش رد شد. و در واقع حدیث میرمینی مافیا رو سفید میکرد، شهر رو مافیا میکرد، هیچ کمکی نکرد، آخرش هم که کیک شد. نمره 0 رو بهش میدم، هیچ جای صحبت دیگه ای نداره، خیلی خاموش اون گوشه نشسته بود و خیلی انتظار من حداقل از حدیث میرمینی بیشتر بود دیگه. فقط امید حاجی رو یه جای تارگت زد بهش که این میتونه یه نمره باشه که با نمرات منفی در به در میشه و نمره 0 رو به حدیث میرمینی میدیم. یکی از پلیرهای محبوب منه تو پدرخوانده. اون دستی بود که خریداریش کردم، بعدش با محمد نادری و میرحسین مدرس دست داد، یادم دستم بخیر. اونجا واقعا بازیش کاملا به چشم اومد. وگرنه خیلی هم کاری شاید از دستم بر نیاد، شاید پیش برنده ماجرا. میرسیم به سروش رفیعی. سروش رفیعی تو روز بلایند به نظر من اون 3 نفر بعدی باید سوراخش میکردن، تو روز اول باید سوراخش میکردن، اما هیچ کاری باش نداشتن. بلند شد گفت این برای خیلی درباره‌شون صحبت کردیم، بیخیالشون میشم. این 5 نفر اینطوری دستش اینطوری کرد، همه تارگت های منه. آقا یعنی چی؟ فله‌ای چرا تارگت میزنی؟ چرا باکس میکنی تارگت میزنی؟ هیچ کس هم اشاره نکرد. یعنی چی؟ مثلا وایساده بود دیگه، سمت راستش چیز نگفت، سمت چپ همه مافیا. خیلی مسخره دیگه. با اینکه از اون سمتی هم که گفته بود 2 نفر صحبت کرده بودن،
اینو من بودم سوراخ میکردم، ولی خب اونا سوراخ نکردن. عجیب بود برای من و هیچ کاری هم باش نداشتم. روز اولم بلند شد، هیچ کسی هم باش کاری نداشت، گفت شیدا خلیقو من سفید میکنم که شهر اشتباه شنید، به خاطر همین شیدا خلیقو سفید کردن. اینم از عجایب این پلیرها بود. نمره 0 رو میدم من به سروش رفیعی. به نظر من این بزرگترین سوتی بود که یه آدم میتونست بده و هیچ کس هم کاری باش نداشت. ببین در عین یه جمله 2 تا فکت مافیایی روش میشنست. اولا که باکس کرد، اصلا اینو هیچ کسی بهش چیزی نگفت، باید میریختن روش که از بین ببرنش. و این که گفت اونا که صحبت کردن من کاری ندارم، اما 2 تا از تارگتاش دیمی اونا بودن. نمره 0 برای سروش رفیعی. 5 دوست رو تارگت میکنم کاملا حسی، فقط به دلیل اینکه این سراغ آصف آریا که من باورم نمیشد خواننده، ولی خب آصف آریا انگاری خواننده. و ایشون بلند شد روز بلایند حالا تارگت هایی زد. روز اول بازی به بیرانوند گیر داد، گفت آقا جان چالش گرفت، گفت چرا این میگی من شهرم تاکید نکن دیگه، بس دیگه، اگه شهری اینطوری خودت ثابت نکن. من به بازی خیلی امیدوار شدم، گفتم ببین حرفه‌ایه، چجوری سروش رفیعی رو زد. اونجا یک کم اینطوری باد کرد، قشنگ معلومه بازیش قبل و بعد اون شات. گفتم حرفه‌ای شب اول درست بزنه دیگه، گیر داد به ابوطالب. بعد اینطوری تفنگم گرفت با اون ادا اصول خاصش، ابوطالب زد، زودیاک هم زدش، جفت تیر رفت بیرون دیگه. و من طبق این چیزی که دیدم اولش گفتم دمش گرم، آصف آریا حداقل این فکت آورد برای سروش رفیعی که این مافیا زدش. اما گفتم این فکت نبوده، اکت بوده. بعد بازیش متوجه شدم دیگه. نمیدونم شما متوجه فکت شدین یا به نظر شما اکت بود؟ به نظر من که میگم اکت گرفت، چون بهش نمیخور بعد بازیش که ایشون پلیر حرفه‌ای باشه. نه بهش میخور پلیر حرفه‌ای باشه، نه بهش میخور خواننده باشه. ولی خب بریم سراغ فاطمه مسعودی فر که فصل قبلی کاوردلی ما بود، این فصل اصلا کاوردلی نکردیم. یه نکته که درباره فاطمه مسعودی فر بود تو این بازی هیچ چیزی نگفت. فصل دومم یعنی فصل اول بود، این دومین فصلشی داره بازی میکنه و به نظر من استعدادی در مافیا انگاری نداره، هیچ حرفی نمیزد، هیچ کاری نمیکرد. آخرم که ریختن روش هول شد و هیچی دیگه. مافیا یه تکیار داشت، اونم رفت بیرون با تیر علی بیرو. درباره فاطمه مسعودی فر که شهر میشه جنب و جوش خاصی داره، اون اکتاش اینطوری بلند میشه. تنها چیز جذاب فاطمه مسعودی فر تو بازی مافیا اون اکتاشه و هیچ کار خاصی نکرد، نه فکتی می آورد نه دیتایی می آورد و یه خیابانی به قول شیدا خلیق ایزی تارگت بود به اون میپرید، نه تونست از خودش دفاع کنه. کلا کار خاصی انجام نداد و یه جوری داره نشون میده که تو مافیا استعداد نداره. اما نمره 0 رو بهش میدیم. کاوردلی ما تو این فصل هم یه حدودی هست، ولی خب چی کار کرد؟ شما به این فاطمه مسعودی چه کار کردین دیگه؟ کاوردلی ما هم باشه نمیتونیم ازش حمایت بکنیم دیگه. از بس اشتباه زده. شب زوج مگه نبوده بچه‌ها؟ شب اون سراغ شیدا خلیق. شیدا خلیق یه نکته‌ای که در مورد بازیش وجود داره، یکم با حوصله بازی میکنه، میدونی زیاد نمیخواد هیجان بده، خیلی آروم بازی میکنه. این نکته مثبتشه. اینکه بغض میکنه اینطوری میکنه رو من دوست ندارم. چی اینطوری نمیشه بازی کرد به نظر من. اما تو سفید کردن آدما به نظر من خیلی موفق بود. خیابانی رو قشنگ سفید کرد، ابوطالب رو قشنگ سفید کرد و شهر رو تونست قانع بکنه که اینا سفیدن. این نکته مثبت، اولین نکته مثبت شیدا خلیق بود. کارگاه بازی بود، کار آگاه بازی بود. 3 تا استعلام گرفت، هر 3 تا هم منفی شد، اما بیرو رو متوجه شد. نکته خوبش بود، یعنی اون استعلام منفی بیرو باعث شد که بهش کمک بکنه، اما نتونه شهر رو قانع بکنه. پس این چرخه و لوب اللحاظ اینکه یه نقشی داری و نتونستی درست ازش حفاظت کنی نمره منفی داره. اما امید حاجیلی رو تونست بگیره، مسعودی فر رو تونست بگیره و سروش رفیعی هم یه جورایی گول سروش رفیعی خورد، اما 2 تا مافیا رو گرفت. تونست زودیاک رو تشخیص بده اما نتونست شهر رو قانع بکنه. اینم باز یه نمره منفیه. قدرتی که شیدا خلیق داره اینه که میتونه اجماع بگیره، یعنی میتونه شهر رو قانع کنه که امید حاجیلی پلیری که
سابقه طولانی هم داره براش اجماع بگیره. این نکته مثبتیه. ولی من تو روز آخر که جواد خیابانی، ابوطالب، بیرانوند و خودش بود توقع داشتم یکم بهتر با خواهش فقط نخود از پلیرها که بیرانوند و زودیاک بدونن و بهش رأی بدن. چرا باید الان تو خواهش کن؟ تو رو خدا یعنی چی؟ جواد خیابانی حساب کنید اگه همین شیدا خلیق زودیاک بود و با خواهش خیابانی رو گول میزد شما بهش فوش نمیدادیم، میدادین دیگه. این که با خواهش بخوای یکی رو قانع کنی جواب نمیده، با فکت باید بیاری. یه جورایی هم شهر رو گمراه کرد بود و نمیدونم چرا شهر یه دفعه تو اون روز آخر ریخ روش. من متوجهش نشدم، اگه شما شدید بگید. ولی برای من بازی شیدا خلیق خیلی خوبه، اون آرامشش، اون قدرت اجماع گیریش، اون قدرت سفید کردنش. نمره 8 هم میدیم به کی؟ شیدا خلیق. بردین توی رای گیری. دفاع دیگه. حالا درباره گاد بازی صحبت کنیم. محمد بهرانی خودش هم گفت انتقاداتی شده، حالا اینجا سکوت کرد و زیاد حرف نمیزد. میخوام یه نکته رو بگم دربارش. خیلی شبیه کامبیز دیرباز داره میشه، اون عصبی بودنه رو کم کرده، میذاره حرف بزنن پلیرها. این نکته مثبتشه. اون صدای زنگه وجود داره که دیگه حتی تو حرف پلیرها هم نمیپره، باز این نکته مثبتشه. البته الان یه سری انتقادا باز به وجود میاد که اینجا شدی دکوری، شب شد روز شد، حرفه‌ای، اوشن، که توقع بیشتر از گاد به نظر من نباید داشته باشیم. همین که این کارا رو درست انجام بده برای ما بسه، درست اعلام بکنه، سوتی نده و میدونی چی میگم، این کارا رو درست انجام بده اوکیه، یک کم کارم لطیف میکنه اوکیه. و محمد بهرانی آدم دوست داشتنیه دیگه، با اون آقای همسادش و اون بابایی و اینا اصلا کارو در آورد با اون صدا پیشگی ها، دوست داشتنیه، دوستش داریم. نمره 9 هم میدیم به محمد بهرانی. درباره این قسمت هم صحبت بکنیم. قسمت جذابی بود به عنوان قسمت اول، شروع جذاب خوبی داشت واقعا دیگه، نمیتونیم بگیم این چی بود بابا، خوب بود. بعد مدت ها اومد حالا اونو بهتر کرد. اونایی که عاشق مافیا بودن نمره 9 هم به این دست میدیم دیگه. اون آخر بازی که محافظ رو بزنه و اینا خیلی خوبه. اما در تدوین کارم یکاش یه سری چیزا رو به اون مشخص نکنن. مثلا میگم ما میریم به گذشته، مثلا میان که فلان حرفو زد. من دوست ندارم، نمیدونم شما دوست دارین یا نه، نظرتون رو تو کامنت ها بنویسید. آقای بیرانوند، بهترین پلیرها رو مشخص کنیم. بیرانوند، شیدا خلیق و اشکان دلاوری بهترین پلیرها بودن. بدترین پلیرها هم که میتونیم بگیم به جواد خیابانی نمره 0 رو دادیم. بعدش میریم حدیث میرامینی و آصف آریا که 1 رو دادیم، ولی خب جز بدترین پلیرها بود. این هم جز بدترین پلیرها نگاه من بود. شما بدترین و بهترین ها رو بنویسید، نظرتون رو درباره سناریوی بازی هم بنویسید. خیلی تغییر کرد بابا، نامه مینویسه زودیاک، چجوری به ذهنتون رسید؟ حالا یه توصیه دارم برای تیم پدرخوانده و تیم زودیاک. شما که از سلبریتی ها و بازیگرا و خواننده ها و ورزشکارا استفاده میکنین دمتون هم گرم، اما بیاین تو هر گروه از فصلهای بعدی با راهکارهایی که خودتون دارین 2 تا از مردم عادی رو بیارید که تو این گروه ها باشن. آقا 10 تا سلبریتی، 2 تا آدم عادی هم بذارید تو هر گروه. 3 تا گروه باشه میشه 6 نفر. هم یه سری آدما رو دارین معرفی میکنین، همون بالانسه حفظ میشه و هم پیوند مردم با برنامه‌تون عمیق‌تر میشه. فیلمو نظرسنجی میذاره بگه آقا نظرسنجی جایزش اینه، میتونین بیاید بازی کنید، حالا طبق راهکارهای خودشون بیاین تو فصل بعدی حضور داشته باشین. اگه پلیر خوبی هستین به نظر من جواب میده، پلیرها حرفه‌ای‌تر میان، مردم عادی میان، اون بالانس هم حفظ میشه. و از این که یه پلیر رو همه جا ببینیم، یه بازیگر رو همه جا ببینیم، نجات پیدا کنیم. این توصیه منه. این تیکر دوست داشتین استوری بذارید و تگ کنید بقیه دیگه، یعنی پیج پدرخوانده و زودیاکا. خیلی دوستتون دارم. با لایک و کامنت و سلام ازم حمایت بکنید. نظرتون رو تو کامنت ها بنویسید.